از این ماتوی پپلین من باید یک تا کرتا پیدا کنم. ماتو 3 متر بود، اون رو شستیم کمتر شد. این آستین کرتا رو پورا میکنم. و این پشک کرتا، یعنی که از تگ میاد، استر کرتا. پشک کرتا کشوده می شود. اون رو کشوده می دوزم. نه میخوال بریدم. گیر با گیرش می دوزم. اینو ویتچکی پشک کرتا، درزای پشک کرتا، پشک قد. و این پشتی کرتا. ویتچکی های پشتی قدی کرتا. کتف باید 36 باشد و گردن 18 باشد و تو دروزی انامون چوکی کرتا باید 27-28 باشد. نامینتر تگی کش کرتا رو با نامینتر بریده تیار میکنم. لکه کتفی کرتا تیار شد. و استر پیش رو پشت کرتا رو نمی خیلی کلی میکنم. کلی کرده و چوب میکنم، درزمال میکنم. مستحکم میشود. هرچند بالای درز کرتا رو میدوزم، لیکن وقتی کلی میکنی باز مستحکم تر میشود. هنگام شستن وقتی که شستی باز درزمال کردی محکم میشود همون کلی. و از این ماتوی خردکه کوتاه پیش کرتا رو محکم میکنم با نمین طرز، چون که کرتا باید پیشش کشوده محکم شود، آزاد باشد. چون که برای زنی کودک دارد، کودکی معده دارد، کودکی شیرخواره دارد، از این خاطر باید پیشش کشوده باشد. و پیش کرتا رو توگمه میمونم، 3 توگمه میمونم و با همین طرز از خود ماتوی از خود همین ماتا باریک بریده میدوزم و اون رو درزمال کرده کوتاه بریده با همین طرز میدوزم. و این 3 دانه می شود در پیش کرتا، یعنی که جای 3 توگمه با همینو محکم میکنی پیش کرتا رو. وقتی که توگمه ها رو چسباندی محکم کشوده محکم کردن آسان می شود. و علاقه اون رو دوختم. این آستینی کرتا است، اینه که جای آستین تگیکش از کتف تا تگیکش. کرتای ما تیار شد. این ایزوری کرتا است، این ایزور است و این خودی کرتا. پیش کرتا چخیلی که گفتم کشوده می شود و آستینش رو، آستین دراز است، آستینش رو سری آستین رو ریزین کردم برای آزاد پوشیدن و کشیدن. بسیارم آسان است، از این خاطر ریزین کردم.
хеле маҳкам мешавад. ана ин се ҷои тугма аст. вақте тугмаҳоро часпондем бисёрам осон мешавад кушодану маҳкам карданаш. чӣ хеле ки гуфтам. курта аллакай омода шуд, тайёр шуд. бисёрам паплини зебо аст, бисёрам шинам аст. вақте ки чунин паплини бисёрам зеборо мепӯшӣ, бовар кунед ҳам ҷисм роҳат мекунад. бисёрам зебо аст. ташаккур барои тамошо.